به نام حق. سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. چند تا نکته در بحث خودشناسی بود که باید بهش اشاره بشه و امیدوارم که دوستان استفاده کنن. موضوع اول اهمیت شفای کودک درون هستش. خب در وایس قبلی و متن‌هایی که ما داخل کانال میذاریم بارها به این موضوع اشاره کردیم. یک بار دیگه من میگم که کامل جا بیفته برای دوستان. ببینید عزیزان، چون کودک درون به یگانگی متصله، یعنی به خدا متصله، تیکه‌ای از خود خدا در درون ماه، این روح، و به منبع وصله، اگر شفای کودک درون حاصل بشه، یعنی این کودک درون با کالبد به صلح برسه، به تعادل برسه، به یک آشتی درونی برسه، کم کم این دیتاها و رسالت شما خودش رو نمایان میکنه. مثل این میمونه کودک یک کیسه ای داره، تمام پاسخهای شما در اون کیسه هستش، ولی درش رو گره زده. چرا؟ به شما اعتماد نداره، حرفش رو گوش ندادی، جایی میخواسته که نبردیش، غذایی میخواسته که نخوردی، سرکوبش کردی، کودکی نکردی باهاش، بچگی نکردی باهاش، بهت اعتماد نداره اون در کیسه رو باز بکنه که رسالت تو رو بهت نشون بده، از کجا آمدنم بهر چه بوده تو رو بهت نشون بده. و هر چقدر این صلح با این کودک و شفای این کودک بهتر بشه، دردها و زخمهای این کودک سر و سامون بگیره، ارتباط بیشتر میشه. کم کم اون کیسه‌ای که مثال زدم درش رو شل میکنه و به شما اطلاعات میده. اینکه خیلی از اساتید، خیلی از پیج‌ها، کتاب‌ها به درون اشاره دارن، درون سفر درونی، به درون سمت نیست دوست من. درون یک بعد از یک آگاهیه که شما در اون بعد قرار میگیری و با ارتباطی که حاصل کردی با این کودک درونت شروع میکنی به صحبت کردن، مثل کاری که دوستان قدیمی که با ما هستن دارن انجام میدن. یعنی آگاهانه به خلسه میرن و کودک رو میبینن. ببین، حس کردنی نه، کودک رو میبینن. با کودک شروع میکنن به صحبت کردن. و زمانی که این ارتباط عمیق و عمیق‌تر میشه، این پیوند و این صلح عمیق میشه، کودک کم کم با شما صحبت میکنه، آشتی میکنه. ثروت میخوای، اون باید بهت بده عزیز من. آزادی میخوای، اون باید بهت بده. شادی میخوای، اون باید برات حاصل بکنه. قدرت میخوای، اون باید حاصل بکنه. در بیرون تأثیرات موقتیه. شما پیش بهترین استاد برو، بهترین لایو ها رو ساعت ها گوش کن، بهترین کتاب ها رو بخون، ظرفت رو پر کن. تأثیر موقتی داره روی تو. ریشه ای اگر بخوای درمان بکنی، ریشه ای بخوای شاد باشی، ریشه ای به رسالتت برسی، راهی جز شفای این کودک درون نداری دوست من. باید اون بهت اعتماد کنی که راه رو بهت نشون بده. امانتیه در درون من و تو این کودک از جانب خدا. پس اهمیت شفای کودک درون رو یک بار دیگه ما بررسی کردیم. دستت رو تو دست کودک درونت بذار. مسیر انفرادیه، مسیر قیل و قال نیست عزیز من. خودت باید تصویر کودک درونت رو ببینی، خودت باید ارتباط بگیری. رسالت تو دست من نیست، دست پیجی نیست، دست استادی نیست. رسالت تو ذاتیه، بذر تو ذاتیه، در درون توه. لحظه ای که شما داشتی خلق می شدی، خالق تو رو داشته خلق می کرده، فقط تو بودی و خالق. نه کتابی بوده، نه استادی بوده، نه پیجی بوده، نه کلاس عرفانی و مذهبی بوده.
خودت بودی یا خالق؟ پس فقط تو میدونی خالق که برای چی اینجایی. انقدر بیرون دنبال فلان پیج و فلان استاد نرو عزیز من. موضوع بعدی که بسیار اهمیت داره در بحث خودشناسی، اثر انگشت و بذر درونی هر شخصه. هر کس برای کاری اینجاست، هر کس برای یک مأموریتی با قراردادهای روحی، با انتخابهای خودش اینجاست. نسخه ای که منو درمان میکنه نمیتونه بغل دستی منو درمان بکنه. چرا؟ چون بذرها متفاوته. و اینجا ما به کسی نسخه ندادیم، راه رو بهت نشون دادیم، فقط گفتیم این راه برو. این که دیگه چقدر تو اون راه شجاعت به خرج بدی، دغدغه داشته باشی، اهمیت داشته باشی، باید به خودت مربوطه عزیز من. ما فقط راه رو بهت نشون دادیم. پس اثر انگشت هر شخصی متفاوته. ذات اقدس الهی، خدا با تک تک من و شما در حال تجربه کردنه. اگر من تجربه تکراری داشته باشم، 100 نفر تجربه تکراری برای خود داشته باشن، بود و نبود من چه اهمیتی داره؟ خلق را تقلیدشان برباد داد، عید و 100 لعنت بر این تقلید باد. اثر انگشت خودت رو خلق کن، رسالت خودت رو کشف کن. فلانی از فلان مسیر به پول رسیده، منم برم. از کجا میدونی اون مسیر برای توه؟ مگه به گنجینه درون خودت سر زدی تا حالا؟ فلانی با فلان جا آرامش داره، منم باید برم. مگه از کجا میدونی اونجا، اون مکان، اون لوکیشن برای تو خوبه که میری؟ از کجا میدونی کودکت با اون ارتباط میگیره یا نه که داری میری؟ اثر انگشت ها متفاوته. میلیاردها میلیارد ما شگفتی در این جهان داریم، میلیارد میلیارد شگفتی داریم که هنوز کشف نشده. اگر قرار بود همه مثل هم فکر کنن، همه مثل هم نگاه بکنن، این کشفیات رو کی میخواست انجام بده؟ این شگفتی ها رو کی میخواست انجام بده؟ این حیرت رو کی میخواست سمتش حرکت بکنه؟ پس برای اینکه تجربیات مختلفی در جهان ایجاد بشه، باید بذرهای مختلفی در درون من و تو باشه. و باز تکرار میکنم، نمیشه یک نسخه رو به همه ارائه داد. و وظیفه توئه که بذر درونیت رو پیدا بکنی، بدونی برای چی اینجایی، اثر انگشت چیه. برای هر شخصی اثر انگشت خاصی وجود داره و هر کس برای خلق اثر منحصر به فرد خودش در این جهانه. وقتی در چرخه تقلید و تکرار ما قرار میگیریم، داریم برای خودمون ایجاد ظلم و ستم میکنیم. داریم کودک رو ظلم میدیم بهش، ستم میکنیم بهش. نمیشنویم صداش رو، فریاد آزادیش رو نمیشنویم، باهاش ارتباط نمیگیریم. و مجموع این تقلیدها باعث میشه ایجاد رنجی کنه، ایجاد ستمی بکنه برای من که بشم نسخه کپی، بدون اثر، بدون انرژی، که صبحمو دارم شب میکنم بدون هیچ کوچکترین تفکری یا حرکتی به سمت خودم. بین تو و تو دیواری است به نام من. دیوار را کنار بگذار تا خودت را ببینی. دیگه ساده تر از این نمیشد بگم.
اثر انگشت هر شخصی متفاوته. شما نمیتونی در پیج اینستاگرامیت اعلام کنی همه گیاهخوار، همه گوشتخوار، رابطه جنسی نداشته باش، انرژی حیاتت را سیف کن. نمیتونی. ذات اقدس الهی با تک تک این انسان‌ها در حال تجربه است. نمیتونی کسی رو مجبور به کاری بکنی. فقط و فقط خود اون شخص میدونه چی براش خوبه. بذرها متفاوته. یکی شاید دوست داره اون کار رو در هفته 3 بار انجام بده، یکی دوست داره رابطه جنسی رو در هفته 4 بار انجام بده، یکی دوست داره 2 هفته 1 بار انجام بده، یکی دوست داره 6 ماه 1 بار انجام بده. خدا اشتباه کرده این حس رو در درون این شخص گذاشته یا شما داری درست میگی؟ آقای پیج، آقای استاد، تعادل رو تو زندگی خودت حفظ کن. اگر بدنت طلب کرد انجام بده، هر چیزی رو. اگر بدنت خواست دغدغه‌شو داشتی انجام بده. اگر نه از روی عادت کاری نکن که واسه ظلم و ستم بشه برای خودت، که اون کودک سرکی سر شل نکنه بهت اطلاعات نده. و موضوع آخر، خودشناسی ربطی به هیچ دین و مذهب و فرقه و مسلکی نداره دوست من. تو و من بدون رنگ به دنیا اومدیم. لحظه‌ای که ما متولد شدیم آیا دینی داشتیم؟ نه. چارچوبی داشتیم؟ نه. بیرنگ بودیم، مثل CD خام بودیم و به یگانگی متصل بودیم. و برای اینکه دوباره به یگانگی متصل شی باید بیرنگ بشی. همین سادگی. به همین سادگی. برای اینکه به یگانگیت متصل بشی باید بیرنگ بشی. خارج از هر مذهبی، فراتر از هر دینی، فراتر از هر فرقه‌ایه، فراتر از هر مسلکیه خودشناسی. و یادت باشه دوست من، حقیقت دیدنیه. تا ندیدی ایمان نیار. حتی به منی که دارم این حرفا رو بهت میزنم. ببین بعد ایمان بیار. مثل اون دوستمون که ارتباطش با کودک درونش حاصل شده بود، استعلام ما رو هم گرفته بود اونجا. کار بسیار پسندیده کردن. آگاهانه زندگی کردن یعنی همین. روح‌ها همدیگر رو خوب میشناسن، عالی میشناسن. روح‌ها همدیگر رو در دنیای روحانی، در ابعاد روحانی، روح‌ها همدیگر رو میشناسن. این کالبده که انسداد ایجاد کرده با ذهن و منیت و قضاوت که نمیذاره این کانکشن شکل بگیره. پس خودشناسی ربطی به هیچ دینی نداره. بیرنگ باش، مثل لحظه تولدت، تا به خودت برسی. اگر سوالی بود، خواستید مسیر رو شروع بکنید، رایگان 0 تا 100 در کنار شما هستم. با ایدی که درد شده پیام بدید. بدون هیچ چشم داشتی، بدون پول هیچ دوره‌ای. مثلا خودشناسی دوره نیست عزیز من. خودشناسی یه لایف استایل، دوره نیستش که، پکیج نیستش که من بیام بهت بفروشم. یه لایف استایله. خودت باید خودتو پیدا بکنی. شب و روز بر شما خوش.